درختان بیجانی که با سرانگشت هنرمندی دوستدار طبیعت به آثار هنری چشم نوازی تبدیل می شوند. این موضوع گزارش بعدی ما از خانسار است. هنرمندی که این روزها در خانسار به درختان خشکیده جانی دوباره میبخشد. درختایی که خشک شدن و میخوان قطعشون کنن، در حقیقت جلوگیری میکنیم با این کار که این درختها قطع نشن و یه نمای شیکی جالبی داشته باشن. نخستین طرح اجرا شده برگرفته از لاله‌های واژگون این شهرستان است. لاله واژگون که اون هم نماد خانساره، شهر زیبای خانسار با لاله واژگون همه جا شناخته شده است. این نماد رو کار کردیم جلوی شهرداری. توجه به خوشنویسی و آثار مفاخر در طرح‌های این هنرمند مورد توجه قرار گرفته است. این طرحی که الان دارم روش کار میکنم کتاب‌های معروف خانساره که نویسندگانشون خانساری هستن و چون خطاطای به نامی مثل استاد کابلی اهل خانسار بودن، تصمیم گرفتیم که نمادی از پر و دوات که نشونه خوشنویسیه روی این کتابا کار کنیم. 20 درخت خشک در سطح شهر خانسار قابلیت تبدیل شدن به اثر هنری را دارد. و این کار رو ادامه میدیم به خاطر اینکه جلوگیری کنیم از قطع شدن درختان خشک. حتی یک درخت خشک هم نباید قطع بشه. این اقدام گامی ارزشمند در جهت حفظ و حراست شهروندان از درختان و یادآوری اهمیت فضای سبز برای محیط شهر است. محمد صدیقیان، خبرگزاری صدا و سیما، خانسار.